What's up guys, سلام علیکم everyone. خدا کنه که جور و صحتمند باشین دوستای عزیز. این دومین وبلاگم از بعد از 10 ماه بعد دوباره میخوایم یک ویدیو آپلود کنم. بعد از 10 ماه بعد آمدیم، اما این بار میخوایم که درست دیگه می یوتیوب بخواد پیش ببرم و از شما انتظار دارم که چینل یوتیوب ما را اول سابسکرایب کنین، بعد از ویدیوهای من لایک کنین، بعد از کامنت کنین. فعلا به حمایتتون خو سخت نیاز دارم، باید حمایتم کنین. باید نه، اگه خواستین حمایت کنین، اگه نخواستین حمایت نکنین. دیگه امروز ما میریم برای خرید. شاید تلفن خریدیم، شاید ساعت خریدیم، شاید لباس خریدیم، معلوم نیست. دیگه میریم، هرچی که پیش آمد خوش آمد. دیگه توکل ما به خدا، میریم شما رو با خود میبریم ببینیم که چی میخریم چی نمیخریم. Let's go. دوستای عزیز، فعلا خود مقصد رسیدیم. ما فقط نیم ساعت هم تو داشتیم میگشتیم تا یک پارکینگ پیدا کنیم که پارکینگ پیدا نمیشه. اینجا کلش امروز نمیفهم چرا اینقدر شلوغ است. دیگه پر از دیگه میریم میبینیم که چی میشه. خب دوستا، دیگه یواش یواش داخل مغازه میریم و سعی میکنیم چی بگیریم و چی نگیریم. میبینیم که بسیار دورها خیلی امروز شلوغ است. بازم چقدر گفتم که شلوغ است. فعلا ما زیر چرخفلک هستیم، نمیفهمیم بریم داخل شهر خوب. اول نمیفهمیم، اول گشنه هستیم، اول شکم سیر کنیم یا که اول بریم یک چیز بخوریم. با ما باشین همراه دیگه، بیاین نگاه کنیم. خب دوستای عزیز، آمدیم در مایکل کورس. مایکل کورس یکی از برندهای بسیار خوبش است و میریم ببینیم این چیزها رو Kom maar met. We gucken mal. دوستا همین ستش هم میخوایم انتخاب کنیم که ستش کجا هست. اینجا هسته 119 ایرو تنها جمترش هست. صد ایرو شلوارش هست. بایکش چند هست؟ قیمت بایکش خود نرسده. شاید بایکش قیمت بایکش هم 179 ایرو. خیر از دیگه میگیرمش هرچی باد آبا. اینجا نام و اینجا قیمت هست و برقدرش 90.
دوستای عزیز ما فعلا در یک مغازه رفتیم 513 یورو تا فعلا مصرف شد. حالا پیش میریم ببینیم چقدر دیگه مصرف میشه. امیال قدر گشنام شدیم باید یک ذره بریم یک نان هم بخوریم. دیگه میریم دکانای دیگه رو میبینیم که دیگه چی میگیریم چی نمیگیریم. با ما همراه باشید. ببینید کل دکانات شلوغ است. باید در موقع استاک خانوات کنم. رفتیم گشتیم یک ساعت مکتوب پیدا نکردیم به خدا. فکر کنم فردا دوباره یک شهر دیگه میریم دوباره یک ساعت قشنگ باشی. دوستای عزیز آمدیم مکدونالدز، خیلی گشنه شدیم دیگه آردر میدیم. گشتیم به خدا مانده شدیم. این شام تاریک شد هیچی هم نخریدیم به خدا. خیر از روزهای دیگر خدا نگرفته، روزهای دیگه هم هست. فعلا در صف افتاد هستیم تا که نوبت ما برسه آردر کنیم. خب دوستای عزیز آردر دادیم دیگه منتظر هستیم تا منوی ما بیاید. تا اون موقعی در خمرای شما نازنین ما گپ میزنیم قصه میکنیم دیگه. امروز هوا یک کمک سرد بود اما خوب بود، متعادل میگن چی میگن از او رقم بود دیگه. رفتیم یگان چیز خریدیم، یگان چیز پیدا نکردیم. انشالله روز بعد میریم دیگه. فعلا منتظر آردر ما هستیم تا آردر ما برسه بالا هستیم. پس تا طرف خانه همراهی ما میکنیم. و دوستا دیگه جایتان خیلی دیگه آردر ما رسید دیگه. بخوریم که خیلی گشنه شدیم، با خدای خدا گشنه شدیم که شلوارمون در از کمر خطا میخوره دیگه. یار نوش جان میکنیم بخیر. باید از او دیگه باز کش طرف خانه بخیر تا صبح باز بخیر. صبح یا دیگه صبح باز بخیر که بریم به بلاک دیگه رو جور میکنیم. دوستای عزیز فعلا نان ما نوش جان کنیم. باید از او ما هستیم با شما دوستان. فعلا دوستای عزیز رسیدیم در آخر برنامه شب دیگه. هوا تاریک شد. چیزی که پیدا کردم خریدم و چیزی که نتونستم انشالله سریع بعد دیگه. شام ما رو خوردیم، سیر کردیم، قدم خودم زدیم دیگه. هم ساتیری شد، هم چکر شد، هم خریدیم دیگه. حالا در آخر نگوین که چرا آیفون نخریدی. رفتم آیفون ها رو پرسان کردم، گفتن که آیفون 15 پرو مکس کم مشکل دارد، چه رقم است، زود داغ میاد و فلان. دوستان به اون خاطر صبر کردم که چی میگه درست چیز خوبش بیاید باز از اون ما چیز کنم بگیرمش دیگه. با اون خاطر زنده و سلامت باشین. تشکر تا این حال ما رو تحمل کردین و ویدیو ما تماشا کردین. thank you so much دیگه. منتظر ویدیوهای دیگه باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتان نشه. اما جیگرایتان نفس. شب خوش. خداحافظ.